بسم الله الرحمن الرحیم. و شهر المواسات، ملت مؤمن و مسلمان، برادر و خواهر مسلمان، ماه رمضان ماه همدردی هست، ماه مهربانی هست، ماه خیرخواهی هست، ماه کمک رسانی به انسانهای فقیر و خانواده‌های نیازمند هست. برادر مسلمان، هر قدر میتوانی در ماه رمضان دست فقیر و یتیم و بیوه و بیچاره و انسانهای نیازمند را بگیر. این ویژگی یک مسلمان مخلص و مطیع و فرمانبردار است و یکی از خواستهای ماه رمضان همین است که مسلمان حس همدردی و مهربانی نسبت به انسانهای فقیر و نیازمند و بیچاره داشته باشد. مسلمان ثروتمند، مسلمان مالدار، برادر عزیزی که زیر چتر رفاه و آسایش اقتصاد حلال قرار داری، رسول الله علیه السلام می‌فرماید هر مسلمان ثروتمندی که در ماه مبارک رمضان اگر یک روزدار مسلمان را سیر بسازد با افطاری دادنش، نه با دادن یک خرما، نه با پیش کردن یک جرعه آب، بلکه شکمی او را سیر بسازد، گرسنگی او را برطرف بسازد، تشنگی او را کامل برطرف بسازد، در فردای قیامت از حوض کوثر من برای اون فرد مؤمن و مسلمان با ایمان آب نوشانده می شود، چنان سیراب گردانیده می شود تا زمانی که وارد جنت و بهشت رب العزت و الجلال نشده هست به هیچ عنوان احساس تشنگی نمی کند. در اون میدان وحشت و دهشت، در اون میدانی که زمین مثل میز گداخته شده می شود، آفتاب بالای سر انسان قرار می گیرد، انسانها در عرق خودشان غرق می شوند، تشنه می شوند، حلقشان خشک می شود. ولی مسلمانی که در زندگانی دنیا با پول حلال خودش، با مال و ثروت خودش، به خاطر رضا و خوشنودی الله سبحانه و تعالی اگر برای مسلمانهای روزدار، بالاخص برای مسلمانهای روزدار فقیر و نیازمند و تنگ دست و بیچاره اگر غذا بدهد، شکم اونها را سیر بگرداند، سفره اونها را هم رنگین بسازد، برای اونها هم افطاری بدهد، همکاری و کمک بکند، این وعده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست که با دستان مبارک خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای اون مسلمان مخلص و بیدار و ایماندار از حوض کوثر رسول معظم اسلام علیه السلام آب نوشانده می شود، آبی که شیرین تر از عسل، سفید تر از شیر، خیر گوارا و زیبا هست، چنان سیراب می شود تا زمانی که وارد جنت و بهشت الله جل جلاله نشده احساس تشنگی نمی کند. تمام تشنگی او را رب العزت و الجلال برطرف می گرداند. وارد بهشت که شد دیگر اونجا گرسنگی وجود ندارد، دیگر تشنگی وجود ندارد، تکلیف وجود ندارد، درد و غم و رنج وجود ندارد، بیماری و مریضی وجود ندارد، مرگ و مردن وجود ندارد، تشویش و ترس و نگرانی و اضطراب و پریشانی وجود ندارد. برای مسلمانی که به روزداران افطاری میدهد، شکمشان را سیر میگرداند، این سعادت و عزت و خوشبختی نصیب آنها می شود. این فرموده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم